سلام بچه ها. امروز بالاخره بعد از 2-3 هفته این گوجه‌ام خوش شد تو آفتاب. جمعشون میکنم، نگهداریشم داخل این کیف سیب ها انجام میدیم. ببینید چه خوب شده بچه ها. گفتید کاربرد اینا که چیه؟ الان کاربردشون هم بهتون. جاتون خالی. من امروز خورشت قیمه درست کردم. این گوجه خشکا فقط داخل خورشت قیمه میشه. برای پودر پاپریکا میتونید استفاده کنید. ببینید بچه‌ها، الان میخوام برنجام بپزم.